برای درست تلفظ کردن نام ها یگان قاعده نیست، چخیلی که حافظ ابن حجر مقرر کردن. برای چه قاعده نیست؟ برای اینکه این نام پدرش گذاشتگی هست و یگانه راهی فهمیش این سماعن، یعنی همین نام اونا چخیل تلفظ میکردن در همون وقتی که زندگی میکرد. قتاده میگفتن، نام پدرش دعامه میگفتن، نام نسبش سدوسی میگفتن با همین تلفظ ها. همین خیل شنیده آمدگی هست. بنابراین یکی از فضیلت های آموختن علم شریعت از استاد عرب، بله از استاد عجم هم علم گرفتن درست است، اجازت است، ولی یکی از فضیلت های استاد عرب این است که انسان سماعاً میشنه. یا استادش اگرچه عجم باشد مانند امام بخاری یا ترمذی، لیکن از عرب ها زور بودند، برای که از عرب ها علم گرفتند، یعنی نام ها را درست تلفظ کردن. این نقطه برای طالب علم داخل دارد. بنابراین اگر کسی که از کتاب علم گرفته باشد میبینید که سفیان ثوری را سفیان ثوری میخواند، یا یکی از باباهای امام ابو حنیفه را زوطی میخواند، حالا که اونجا زوطی هست، اعرابش خطا میخواند. برای چی؟ برای آنکه شنیدگی نیست، علم را سماعاً گرفتگی نیست. این یکم راهش. دویم راهش بعضی از شارح‌ها یا علمای لغت یا علمای نسب این نام رو شکلاً می نویسن، میگن که زوطی مثلا با ضمی ضاد میگن، یعنی زو، و با فتح تا گفته قید میکنن، همشه می نویسن در کتاب. این دویمین راهی یعنی درست تلفظ کردن نام ها هست.